یک شنبه سیاه، استیضاحی که تبدیل به سیاه ترین روز مجلس شد. محمود احمدی نژاد رو همه ما به حاشیه‌ای که ساخته میشناسیم، اما این دفعه یک کاری کرد که تا مدت‌ها و حتی تا همین الان صحبت از اون کاره. اون روز قرار بود مثل همه روزها یک استیضاح ساده برگزار بشه. یک شنبه 15 بهمن 1391 قرار بود عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت دوم محمود احمدی نژاد، به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی استیضاح بشه. همه شوکه‌ای بود و قرار بود یک استیضاح معمولی برگزار بشه، اما تا قبل اینکه محمود احمدی نژاد پای تریبون بره. بالاخره وقتش شد که احمدی نژاد برای دفاع از شیخ الاسلامی پای تریبون بره. دفاعی که بیشتر شبیه یک قربانی بود، قربانی شیخ الاسلامی. احمدی نژاد پای تریبون صحبت از یک ویدیویی می‌کرد که از جلسه مرتضوی با فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی گرفته شده. اما مشخص نبود که این ویدیو ساختگیه یا نه. من فردا نشدم. اینش میگم. اینش میگم که شروع بگم. آقا اومد خودش میگم هی اومد خودش آفتاب مهتاب کرد. من میدونم بیدون رو فاز میشه، از این برای تو رو خودش برسونه به این. گفت آقا یه کاری که ما با این رو در روشیم. ایشون هم تو بخاطر داشت شما رو در که من اونجا بودم. هی گفتم آقا نکن. ندار. گفت آقا من میخواد اینو ببینه من چیکار. هیچی بهتر از صداقت نیست. صدای ویدیو در صحن نامفهوم بود و برای همین احمدی نژاد شروع میکنه به خوندن از روی متن مکالمه اون ویدیو. طبق ادعاهای احمدی نژاد، فاضل لاریجانی از نفوذ بین برادرانش یعنی علی لاریجانی و صادق لاریجانی میگه که اون موقع رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه بودن و فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی درخواست میکنه که اون رو به گروه ز، گروهی که نفوذ کلانی در اقتصاد داره، معرفی کنه و یه جورایی متصلش کنه. اما مشخص نبود که این ز کیه. اون موقع صحبت از این بود که اصلا هست تو ایران نیست، زندانی سیاسی، مفسد اقتصادیه. اما بعدها مشخص شد که اون ز همون بابک زنجانی معروفه. صحبت‌های احمدی نژاد تازه شروع ماجرا بود. ماجرا جای دارک‌تر میشه که علی لاریجانی از خودش دفاع میکنه. پس از صحبت‌های رئیس جمهور، علی لاریجانی میگه که معاون پارلمانی رئیس جمهور یعنی فروزنده به دفتر لاریجانی رفته و ازش خواسته که جلسه استیضاح رو لغو کنه و اگر لغو نکنه یک فیلم از بستگان لاریجانی در جلسه پخش میشه و این یعنی صراحتاً علی لاریجانی توسط محمود احمدی نژاد تهدید شده. لاریجانی در بین دفاعیات خودش محمد حسین فرهنگی نماینده مجلس رو شاهد میگیره. محمد حسین فرهنگی میگه که با فاضل لاریجانی تماس گرفته شده و فاضل گفته که این مرتضوی بوده که بارها درخواست دیدار با فاضل رو داده و بعد از اینکه دیدار انجام شده درخواست وساطت اون رو پیش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه وقت داشته و این دقیقاً برعکس ماجرا، برعکس چیزی که احمدی نژاد در صحن مجلس تعریف کرده. اما حالا وقت شده که لاریجانی هم یه گریزی به اطرافیان احمدی نژاد بزنه. صحبتی که اون روزا خیلی ساده ازش گذر شده اما خب حاوی پیام‌های زیادی در مورد اطرافیان رئیس جمهور احمدی نژاد هست. لاریجانی میگه طی دیداری که با داوود احمدی نژاد برادر محمود احمدی نژاد داشته، توی اون دیدار داوود احمدی نژاد نسبت به اطرافیان رئیس جمهور گله کرده. چرا؟ چون با بیگانگان و با منافقین در ارتباط بودن و این یعنی عملاً یه جوری پته احمدی نژاد رو ریخته رو. لاریجانی در ادامه میگه اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور راه انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. وقتی احمدی نژاد در مقابل حرفای لاریجانی دوباره خواست صحبت کنه و از خودش دفاع کنه، لاریجانی این بار بهش اجازه نداد و با حرکت دست بهش گفت به سلامت و احمدی نژاد و اطرافیانش مجبور شدن به ناچار و به صورت تحقیرآمیزی مجلس رو ترک کنن. به سلامت. شما در یک جلسه علنی شؤونات جمهوری اسلامی رو رعایت نکردین. بفرمایید. گلدون‌ها رو ببرید، آرا رو جمع. بله. اجازه بدید رأی‌ها رو بدید به نمایندگان. رأی‌ها سفید. استیضاح شیخ الاسلامی با 192 رأی موافق به پایان رسید و اون برکنار شد. اما آیا سعید مرتضوی ارزشش داشت؟ اونقدر ارزشش داشت که شیخ الاسلامی وسط قربانی بشه، یک دعوا بین احمدی نژاد و لاریجانی راه بیفته؟ اما این پایان ماجرا نبود. هر روز اخباری جنجالی‌تر از اون روز به گوش می‌رسید. احمدی نژاد اون روز قبل از اینکه پای تریبون بره به احمد سالک، یکی از نماینده‌های مجلس، گفته که میخواد یک ویدیو پخش کنه و سالک ازش درخواست کرده که تشنج ایجاد نکنه، اون هم قبول کرده.
حتی ابوترابی یکی دیگه از نماینده‌های مجلس تا مرز بوسیدن دست رئیس جمهور جلو رفته و اون قبول کرده که این ویدیو رو نشون نده. با توجه به صحبتایی که نمایندگان میکنن مبنا بر اینکه احمدی نژاد قبول کرده که دست به اون کار نزنه، اما معلوم نیست که در روند استیضاح چه اتفاقی افتاده که رئیس جمهور از نظر خودش برمیگرده و باز هم دست به اون کار میزنه. امیرآبادی فراهانی یکی دیگه از نماینده‌های مجلس به احمدی نژاد گفته بود که این کار رو نکنه. چرا؟ چون شیخ الاسلامی رأی میاره. اما اون گفته بود که من میخوام شیخ الاسلامی رو قربونی کنم. قربونی کی یا چی؟ سعید مرتضوی یا برادران لاریجانی؟ آقا مرحوم آقای زارعی، علیاصغر زارعی نماینده تهران، خدا رحمتش اومد به من گفت که احمد پاشو برو ببین تو میتونی احمدی راضی کنی این فیلمو نشون نده. من رفتم گفتم دکتر سلام، یعنی تو صندلی مریض نشست، من بغلش وایسادم بعد نشستم. گفتم دکتر سلام چطوری، خوبی؟ گفت خیلی ممنون. گفتم که شنیدم یه فیلمی میخوای نشون بدی. گفت باره اینجاست. گفت اینجاست. گفتم که دکتر نکن این کارو. آقای شیخ الاسلام ما هماهنگ کردیم 170-80 تا رأی اعتماد میگیره، کشور به هم نریز نکن. گفت نه آقای امیرآبادی این دو برادر به اینجام رسوندن، آقای لاریجانی نشون داد و من امروز این کارو میکنم. من گفتم که بابا آقای شیخ الاسلام رأی میاره آقای دکتر نکن. گفت که من اصلا شیخ الاسلام رو قربونی کنم برم. 2-3 روز بعد یه اتفاقی میفته که مدت‌ها بعد صداش در میاد. لاریجانی 2-3 روز بعد به محمود احمدی نژاد زنگ میزنه و ازش برای جلسه سران قوا دعوت میکنه و میگه که نمیتونیم مملکت رو رها کنیم و ناهماهنگ باشیم. این محتویاتی بوده که از اون تماس بیرون اومده و اگر محتوای دیگه‌ای بوده هیچ وقت صحبتی ازش نشده. اما کاش این پایان ماجرا بود. حدود 1 هفته بعد در 22 بهمن ماه لاریجانی به قم میره تا سخنرانی داشته باشه. در مسیر راهپیمایی افرادی بهش حمله میکنن و شعارهای نظیر زنده باد بهار، لاریجانی بصیرت علیه سر میدن، تا اونجا که لاریجانی مجبور میشه مسیرشو کلا تغییر. در شبستان حرم حضرت معصومه هم زمانی که لاریجانی پشت تریبون میره، افرادی در گوشه‌های جمعیت بلند میشن و لنگ کفش و مهر سمت لاریجانی پرتاب میکنن. این موضوع اونقدر جدی بوده که لاریجانی 3-4 دقیقه بعد از سخنرانیش مجبور میشه سخنرانی رو نیمه کاره رها کنه و از تریبون پایین بیاد. ماجرا جای جدی‌تر میشه که چالش بین رؤسای قوا به فرمانده کل قوا کشیده میشه. رهبری در واکنش به یکشنبه سیاه گفت این کارها هم خلاف شرعه، هم خلاف قانونه و هم خلاف اخلاق و هم تضییع حقوق اساسی مردم. اما حالا وقتش رسیده که نماینده‌ها یه حرکتی بزنن. اما ظاهراً یک تعدادی از نماینده‌ها موافق این حرکت نبودن. 265 نفر از نماینده‌های مجلس طی بیانیه‌ای به خاطر اتفاقاتی پیش اومده از رهبری عذرخواهی کردند. اما طی اخباری تایید نشده. علی مطهری، احمد توکلی و عبدالرضا مصری و تعداد دیگه از نماینده‌ها از اون نامه حمایت نکردند و امضا نکردند. خیلی جا مطرح شده بود که به خاطر اینکه توی اون نامه از لفظ عذرخواهی استفاده شده، از امضای اون نامه امتناع کردن. علی لاریجانی هم از رهبری عذرخواهی کرد، اما محمود احمدی نژاد این موضوع رو به صلاح کشور میدونست. خیلی این تصور رو دارن که ماجرای یکشنبه سیاه ریشه در همون روز داره، اما خب باید بگم نه، ماجرا خیلی ریشه عمیق‌تری داره. شاید از اون روزی که نماینده‌ها تصمیم گرفتن پای یک نامه حمایتی از سعید مرتضوی رو امضا کنن. جهانگیرزاده، نماینده مجلس وقت، نسبت به این موضوع هشدار داده بود و گفته بود که چون نماینده‌ها حساسیت بالایی نسبت به این موضوع دارن، ممکنه به نفع نماینده‌ها نباشه و حتی به ضرر خود مرتضوی تموم بشه. اما جالب اینجا بود که بیش از 100 نفر پای اون نامه حمایتی از سعید مرتضوی رو امضا زده بودن. ماجرا جای جالب‌تر میشه که مرتضوی قبل از جلسه استیضاح چندین نفر رو واسطه کرده که با علی لاریجانی صحبت کنه، اما خب اون مخالفت کرده. اما واقعا چه ضمانتی مبنا بر این وجود داشت که اگر علی لاریجانی دیدار با سعید مرتضوی رو قبول کنه، این بار هم یک فیلم از اون جلسه بیرون نیاد؟ شاید باورش سخت باشه و دور از ذهن باشه، اما علی لاریجانی پیش از جلسه استیضاح از اینکه قرار یک فیلم از بستگانش در صحن علنی مجلس پخش بشه خبر داشت. جلوی این موضوع رو نگرفت و حتی میکروفون احمدی نژاد رو هم قطع نکرد. شاید اگه علی لاریجانی جلوی این ویدیو رو میگرفت، تا مدت‌ها صحبت از این بود که این ویدیو مگر چی بوده که علی لاریجانی اجازه پخشش رو نداده. البته با اینکه ویدیو پخش شده، هنوز هم ابهاماتی در مورد اون ویدیو وجود داره.
طبیعتا مقصود احمدی نژاد از این کار تخریب برادران لاریجانی بود، اما ماجرا برعکس شد، طوری که میشه گفت این موضوع آغاز افول سیاسی خودش شد و یه جورایی از صحنه سیاست حذف شد و این یک شنبه به سیاه ترین شکل ممکن برای خود احمدی نژاد تموم شد. این پایان ماجرا نبود. ماجرا جای سیاه تر میشه که فاضل لاریجانی تصمیم میگیره طی نامه‌ای به دادستانی تهران از خودش دفاع کنه. یک روز پس از یک شنبه سیاه، فاضل لاریجانی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از محمود احمدی نژاد شکایت میکنه. توی نامه‌ای که فاضل لاریجانی به دادستانی تهران زده، تاکید میکنه که این سعید مرتضوی بوده که اصرار داشته اون رو ببینه. اون هم به این دلیل که اون موقع سعید مرتضوی با اتهامات زیادی روبرو بوده و تصمیم میگیره که فاضل رو این وسط واسطه کنه تا با صادق لاریجانی ارتباط بگیره و باهاش صحبت کنه. صادق لاریجانی اون موقع رئیس قوه قضاییه وقت. لاریجانی توی نامه‌ای که داشته تاکید میکنه که این فیلم به صورت قطعه بیرون اومده و تیکه تیکه شده و به صورت مخفیانه و خلاف قانون از اون جلسه فیلم برداری شده. فاضل توی نامه‌ای که به دادستانی تهران زد تاکید کرد که حاضره تمام دوران خدمتش در نظام مقدس جمهوری اسلامی زیر ذره‌بین بره، اما احمدی نژاد هم این اجازه رو نسبت به اطرافیان خودش میده. این موضوع توی جلسه استیضاح هم مطرح شده بود که رئیس جمهور محمود احمدی نژاد برای خودش یک سری خط قرمز کشیده و اجازه نمیده کسی به اتهامات اطرافیانش رسیدگی کنه. اما این شایسته یک رئیس جمهوریه که با اعتماد مردم به جایگاه ریاست جمهوری رسیده. فاضل جان لاریجانی توی اون نامه میگه که بزه، همون شخصی که توی نوار هم بهش اشاره شده، شخصی با 40 سال سن که مالک 60 تا شرکت بزرگه و با مسئولان عالی رتبه کشور ارتباطات گسترده‌ای داره که بعدها مشخص شد که این بزه همون بابک زنجانیه. فاضل لاریجانی دوباره طی یک نامه که در سال 95 منتشر میکنه دوباره تاکید میکنه که این جلسه با اصرار خود مرتضوی بوده که برگزار شده و چرا سعید مرتضوی، اون که با این همه امکانات اون فیلم رو ضبط کرده، اون فیلم رو بدون دستبرد و به صورت کامل در اختیار جامعه قرار نمیده. اما سوال اینجاست که چرا واقعا هیچ وقت سعید مرتضوی فیلم کامل اون جلسه رو منتشر نکرده؟ لاریجانی دوباره طی اون نامه‌ای که در سال 95 منتشر کرده دوباره روی این موضوع تاکید میکنه که به دارایی‌های اطرافیان رئیس جمهور و علی اکبر ناطق نوری رسیدگی بشه. صادق لاریجانی، برادر دیگه فاضل لاریجانی که اون موقع رئیس قوه قضاییه بوده، توی یکی از تشکل‌های دانشجویی میگه که کارهای فاضل رو تایید نمیکنه، هیچ حمایتی ازش نمیکنه و خب عنوان مجرمانه‌ای هم براش پیدا نکرده. جالب اینجاست که روز صحن هم علی لاریجانی میگه ارتباطی با فاضل نداره. یه جورایی نسبت به فاضل لاریجانی هر دو دارن اعلان براءت میکنن. این ماجرا پیامدهای سیاسی و اجتماعی عجیبی داشت. شیخ الاسلامی برکنار شد و خب موجهایی از تنش‌های سیاسی در کشور به راه انداخت. یک ضربه بزرگ به دولت محمود احمدی نژاد وارد کرد و یک جورایی از صحنه سیاست ایران حذف شد. اما همه این ماجراها به خاطر یک شخص اتفاق افتاد، سعید مرتضوی. اونقدر ارزشش رو داشت که به خاطرش دعوا بین احمدی نژاد و لاریجانی رقم بخوره یا شیخ الاسلامی بخواد قربانی بشه. اینکه سعید مرتضوی کی بوده، چیکار کرده و به دستهای پشت پرده این ماجرا در اپیزود بعدی میپردازیم. اگه به پرونده‌های سیاسی و جنجالی ایران علاقه داری، حتما این کانال رو سابسکرایب کن.